پنجمین کنفرانس ایران بانو تجارت به منظور انعکاس توانمندی‌های زنان در عرصه‌های اقتصادی و تجاری برگزار شده و فرصتی برای تقدیر از بانوان تلاشگر و بلند همت کشورمونه. امروز در جمع حدود 300 نفر بانوان کارآفرین و موفق از سراسر کشور در عرصه‌های مختلف حاضر شدیم و قراره از برترین های این جمع تقدیر شود. زمینه کاری من MS، آرتروماتیت و بیماری‌های خاص هست. شکستاتون رو هیچ وقت قبول نکنید، یعنی هر وقت شکست خوردین دوباره دست بگیرین بلند شید و این خودش باعث میشه که کارآفرین بشه. قطع به یقین هر انسانی در جامعه اسلامی ایران در سطح کشور، من اعتقاد شخصی اینه که هیچ دری براش بسته نمیمونه اگر بخواد که واقعا قدم برداره. منکر مشکلات نمیشیم ابداً و به هر حال ساختارهای بلا تکلیف ما و قوانین لحظه دقیقه 90 و خیلی از موارد رو اصلا منکرش نمیشیم، ولی واقعیت اینه که اگر گروه یا فرد با داشتن دانش و بصیرت فنی و تحقیقات کافی وارد انتخاب در هر عرصه‌ای بشه، قطع به یقین ریسک کمتری رو تحمل میکنه و تاب بیشتری میاره و قطع به یقین میتونه قدم محکمتری رو برداره. در این باور بودم که زنان بر پایه دانش و مهارت میتونن به موفقیت‌های بزرگی برسن. آموزشگاه مراقبت و زیبایی الهام کامرانی بر این باور تأسیس شد تا بتونه زنانی متخصص و مستقل رو به بازار کار معرفی کنه. من از سال 98 شروع به این کار کردم و تنهایی با تلاش و آپدیت هایی که هر سال چندین بار رفتم تونستم که تا این حد موفق باشم. از ویژگی‌های کارآفرین بودن، داشتن خلاقیت و ذهن نوآوره. ریسک پذیر بودن و داشتن اراده قوی هم از دیگر توانمندی‌های یک کارآفرینه. حضور داشتن در جمع کثیری از بانوان وطن که این ویژگی رو دارن، حس غرور به ما میده و امید آینده درخشانتر رو برای کشور در دلمون زنده میکنه. همکاران تولید این گزارش: آقای عباس جمشیدی تصویربردار، آقای مهدی نودهی تدوینگر، نسرین سادات شریعت، در شهر شبکه تهران. با ما در شهر بمانید.